سلام به همه. اگه شما هم مثل من از دنیای برنامه‌نویسی و تکنولوژی هیجان زده میشید، جای درستی اومدید. امروز قراره با هم یه شیرجه عمیق بزنیم به دنیای C# 14. میخوایم ببینیم این آپدیت جدید چطور قراره کدنویسی رو برای هممون ساده‌تر، تمیزتر و راستش رو بخواید خیلی قدرتمندتر کنه. خب بیایید با یه سوال جالب شروع کنیم. فرض کنید چه میشد اگه کدتون تقریباً خودش رو مینوشت؟ یعنی چی؟ یعنی شما بتونید از شر اون همه کد تکراری و حوصله سربر خلاص بشید و تمام تمرکزتون رو بذارید روی منطق اصلی و خلاقانه برنامه‌تون. شاید فکر کنید این یه رویاست، ولی جالبه بدونید که این دقیقاً فلسفه اصلی پشت خیلی از قابلیت‌های جدید C# 14. و اولین موضوعی که میریم سراغش دقیقاً همینه. میخوایم ببینیم C# 14 چطوری الگوهای کدنویسی تکراری و رایج را هضم میکنه تا ما به عنوان توسعه دهنده بتونیم روی اون چیزی که واقعاً مهمه تمرکز کنیم. خب بریم ببینیم اولین نمونه از این تکامل چطوری کار ما رو راحت تر میکنه. خب فکر کنم هممون با این داستان آشناییم. نه؟ میخوای یه منطق خیلی ساده، مثلا یه اعتبارسنجی کوچیک، به گتر یا ستر یه پراپرتی اضافه کنی. و بوم، مجبوری یه فیلد خصوصی پشتیبان براش تعریف کنی، یعنی کلی کد اضافی فقط برای یه کار ساده. راستش همیشه یه کار تکراری و یکم خسته کننده به نظر میرسید. اینم از روش کلاسیک. نگاه کنید، فقط برای اینکه چک کنیم مقدار ورودی نال نباشه، مجبور شدیم یه فیلد خصوصی به اسم underline MSG بسازیم و بعدش هم گتر و هم ستر رو کامل پیاده سازی کنیم. خداییش حجم کد برای همچین کار ساده یکم زیاد نیست؟ و اما راه حل جدید و فوق‌العاده زیبا، کلمه کلیدی فیلد. این کلمه کلیدی تقریباً مثل یه عصای جادوییه. بهتون اجازه میده که مستقیما به اون فیلد پشتیبانیه که کامپایلر به صورت اتوماتیک براتون ساخته دسترسی داشته باشید. البته یادتون باشه فقط و فقط داخل گتر یا ستر. حالا تفاوت رو ببینید. سمت راست رو نگاه کنید. اون فیلد خصوصی underline MSG کلاً غیبش زده. دیگه خبری ازش نیست. به جاش ما خیلی راحت و مستقیم از کلمه کلیدی فیلد توی ستر استفاده کردیم. نتیجه یک کد خیلی کوتاه‌تر، خیلی خاناتر و سر و راست‌تر. فوق‌العاده است نه؟ خب بریم سراغ مشکل بعدی. یه چیزی که من دوست دارم بهش بگم رقص بررسی نال. میدونید چی رو میگم؟ همون بررسی تکراری if variable null که قبل از دسترسی به هر عضوی از یه آبجکت مجبوریم انجامش بدیم و کدمون رو کلی شلوغ پلوغ میکنه. این الگو دیگه فکر کنم امضای کار هممونه، درسته؟ قبل از اینکه بخوایم به پراپرتی اوردر یه مشتری چیزی اختصاص بدیم، اول باید مطمئن بشیم که اصلا خود متغیر کاستومر وجود خارجی داره و نال نیست. نتیجهش هم میشه این بلوک ایف اضافی که توی کدمون جا خوش میکنه. و اما راه حل جدید. یادتونه که از عملگرای شرطی نال، یعنی همون علامت سوال نقطه داد چیل، برای دسترسی به اعضای یه آبجکت استفاده می‌کردیم؟ خب حالا C# این قابلیت رو گسترش داده و به ما اجازه میده از این عملگرها در سمت چپ یه عملیات انتصاب هم استفاده کنیم. شاید یه تغییر کوچیک به نظر بیاد، ولی فوق‌العاده قدرتمنده. و نتیجهش اینه. به این سادگی درخشان نگاه کنید. کل اون بلاک ایف فقط و فقط به یه علامت سوال تبدیل شده. و نکته حیاتی اینجاست. سمت راست تساوی، یعنی اون متد get current order، فقط و فقط در صورتی اجرا میشه که کاستومر نال نباشه. این یعنی نه تنها کدمون تمیزتر شده، بلکه بهینه‌تر هم هست. خب آماده اید؟ چون حالا میرسیم به بزرگترین و به نظر من هیجان انگیزترین ویژگی جدید C# 14، یعنی اعضای الحاقی یا extension members. این ویژگی واقعاً یه گیم چنجره. به ما این قدرت رو میده که انواع داده‌ای که از قبل وجود دارن رو بدون اینکه حتی یه خط از کد منبعشون رو تغییر بدیم، به شکلی اساسی تقویت کنیم. ببینید این خیلی فراتر از متدهای الحاقی یا extension متدها هست که قبلاً داشتیم. ما الان میتونیم پراپرتی های نمونه، مثلا یه پراپرتی به اسم isEmpty برای یه لیست، یا اعضای استاتیک، مثلا یه پراپرتی ایدنتیتی، و حتی عملگرهای مثل پلاس رو به کلاس های اضافه کنیم که اصلا مال ما نیستن و ما ننوشتیمشون. این واقعا فوق العاده است.
میدونم شاید سینتکسش در نگاه اول یکم پیچیده به نظر بیاد، ولی بیایید با هم سادهش کنیم. ببینید، برای اضافه کردن اعضای نمونه، یعنی اونایی که روی یه شیء خاص صدا زده میشن، ما توی تعریف اکستنشن هم نوع رو مشخص میکنیم و هم یه اسم براش میذاریم. اما برای اعضای استاتیک فقط و فقط نوع داده رو مینویسیم. همین تفاوت کوچیک و ظریف کلی کاربردهای متفاوت رو برامون باز میکنه. این جدول قشنگ تفاوت رو خلاصه میکنه. نگاه کنید. اعضای نمونه یا اینستنس با یه پارامتر گیرنده تعریف میشن و دقیقاً مثل اعضای عادی یک کلاس صداشون میزنیم. مثلا mylist.isEmpty. اما اعضای استاتیک پارامتر گیرنده ندارن و مستقیما روی خود تایپ یا نوع داده صدا زده میشن. انگار که از روز اول جزئی از اون کلاس بودن. مثلا enumerable of int.identity. خیلی خوب، نفس‌ها رو حبس کنید چون میرسیم به بخش راند سرعتی. قرار چند تا بهبود کوچیک اما خیلی ارزشمند رو با هم سریع مرور کنیم که کیفیت کدنویسیمون رو یه لول دیگه بالاتر میبرن. خب، دو مورد اول واقعاً کاربردی ان. اولی نیمف برای انواع جنریک باز. قبلاً برای گرفتن اسم لیست با نیمف مجبور بودیم یه تایپی بهش بدیم، مثلا لیست اینت، ولی الان خیلی راحت می‌نویسیم لیست کالی و تمام. دومی هم برای لامدا هاست. دیگه لازم نیست حتما نوع پارامتر رو مشخص کنیم تا بتونیم از اوت یا رف استفاده کنیم. این یعنی انعطاف‌پذیری خیلی بیشتر. و دو مورد بعدی. اول اینکه کار با اسپنتی و رید اونلی اسپنتی خیلی راحت تر شده که این یعنی کد بهینه‌تر با دردسر کمتر. و دوم، یه خبر عالی برای اونایی که با ابزارهای تولید کد یا کد جنریشن سر و کار دارن. الان میتونید سازنده‌ها و رویدادها رو هم به صورت پارشال تعریف کنید. این یعنی میتونید منطقتون رو خیلی تمیزتر بین فایل‌های مختلف تقسیم کنید. خب، تا اینجا کلی ویژگی خفن رو دیدیم. حالا بیایید یه قدم بریم عقب و به تصویر کلی نگاه کنیم. فلسفه اصلی پشت این آپدیت C# 14 چیه؟ چون اینا فقط یه سری ویژگی‌های پراکنده و تصادفی نیستن، بلکه یه حرکت کاملاً هدفمندن. فقط یه نکته خیلی مهم رو یادتون باشه. تمام این قابلیت‌های جدیدی که در موردشون حرف زدیم، بخشی از C# 14 هستن که روی پلتفرم .NET 10 پشتیبانی میشه. پس برای اینکه بتونیم ازشون استفاده کنیم، باید منتظر انتشار .NET 10 باشیم. پس اگه بخوایم کل فلسفه C# 14 رو توی چند کلمه خلاصه کنیم میشه اینا. اول، کد تمیزتر، یعنی خداحافظی با کدهای تکراری و اضافی. دوم، قدرت بیانی بیشتر، یعنی با کد کمتر کارهای بزرگتری انجام بدیم. و سوم، باگ‌های کمتر، یعنی نوشتن کدی که از اول امن‌تر و قوی‌تره. در واقع همه چیز حول محور بهره‌وری ما به عنوان توسعه دهنده و خوانایی کد میچرخه. و در نهایت یه سوالم برای شما دارم. با این همه ابزار جدید و قدرتمندی که دیدیم، کدوم یکی از این ویژگی‌ها بیشتر از همه شما را هیجان زده کرد؟ کدومش اولین چیزیه که دلتون میخواد توی پروژه بعدیتون ازش استفاده کنید؟ فیلد، انتصاب شرطی نال یا شاید هم اعضای الحاقی؟ جوابتون هر چی که باشه، آینده کدهایی که مینویسیم رو شکل میده.